سارا با تعجب پرسید چرا تو قفسه؟ آقای کنس با نگاه عاقلانه گفت چون خیلی وحشیه. بعضی وقتها صاحب خودش رو هم نمیشناسه. بعد گفت خیلی خوب، بریم بیرون، من باید بهش غذا بدم. سارا با آرنج به پهلوی شهاب که ماتش برده بود زد و با سر بهش اشاره کرد که بریم بیرون. بچه‌ها از اتاق آمدن بیرون. شهاب گفت این چی بود دیگه؟ چقدر باحال بود. سارا در اتاق رو نیمه بسته کرد و گفت من مشکوکم، این آقاه خیلی عجیبه. چند قدمی از در اتاق دور شده و وسط سالن بودن که سارا برگشت و از دور از لای در نیمه باز داخل اتاق را زیر چشمی دید زد. دید که کنس یک گوی قرمز رنگ را از بالای قفس انداخت بین دو کفه دندونه دار گل. گل هم سریع بسته شد و انگار قورتش داد. بعد از چند لحظه آقای کنس از اتاق بیرون اومد و گفت خب دختر جون، جواب سوالاتو گرفتی؟ سارا که مشکوک و متعجب بود گفت بله آقا، من دیگه سوالی ندارم. آقای کنس از داخل کشوی میز یک شیشه با در چوب پنبه‌ای درآورد و روی میز گذاشت و گفت بیا اینم هدیه من به تو. سارا گفت این چیه؟ آقای کنس همونطور که داشت روی صندلی گردونش می نشست گفت این عطر گل ثروته. هر جا رفتی به آدم بزرگها یک کمی از این عطر بزن و بگو که عطر ثروته و آدرس منو بهشون بده. سارا تشکر کرد و شیشه عطر رو برداشت. خانم راهنما که تمام مدت آنجا ایستاده بود در سالن را به سمت لابی گرد باز کرد و با دست به سمت بیرون اشاره کرد.